حسن یکتا از چهره‌های حکومتی گفت زنان ایران از طلاهای خود بگذارند و آن را به حزب الله لبنان هدیه بدن. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. علت اصلی مشکلات اقتصادی مردم و گسترش فقر در ایران سیاست‌های حکومت در دفاع از گروه‌های تروریستی و نیابتی است. خانم مردم رو در برابر این تفکر مقاومت و استقلال قرار بدن. امیرکبیر تو اصفهان اون کارخونه تشکیل میشه. بعد یه مشکلی در مورد فلزاتی که باید آب کنن، ذوب کنن، توپ بسازن باش پیدا میشه، کم میشه، چی بوده؟ ظاهرا اونجا بندرها رو بسته بودن انگلیس‌ها و تحریم و از حرفا پیش میاد اینا. امیرکبیر اعلام میکنه که مردم هر کس تو خونش دیگ مسی و اینا داره اضافی و خیلی لازم نیست، همه اینا رو بیان بدید به این کارخونه که توپ بسازه، بفروشین اصلا یا بدید. آدمای انگلیس جبسازی میکنن، توی رسانه‌های عمومی پخش میکنن که بله مردم شما گشنه‌ای، بعضیاتون نون شب ندارید، این آدم میرزا تقی‌خان این آقا به دیگاتون هم رحم نمیکنه، میگه دیگاتون هم بیارید که دیگه کلا گشنه بمونه، میخواد به جاش توپ و تفنگ بسازه. و این پروژه امیرکبیر اونجا شکست خورد. یه مرتبه تو شهر اصفهان جنجال را افتاد که مردم امیرکبیر میخواد شما گشنه بمونین از نظر اقتصادی، دیگه دیگم نداشته باشین توش غذا بخورین، به جاش بره اسلحه بسازه، جنگ را بندازه. و این جریانی که انگلیس‌ها تو اصفهان را انداختن رو افکار عمومی اثر گذاشت. نتیجهش چی شد؟ چند وقت بعدش قضیه حمله به بوشهر پیش آمد. کشتی‌های انگلیسی آمدن وارد بوشهر رو جنوب شدن و گفتن که باید افغانستان، هرات، قندهار اینا همه رو بده به انگلیس، اینا باید از ایران جدا شن. و الا ما از جنوب جزیره خارک، جزیره چی اینا رو گرفتیم، وارد بوشهر شدیم، از همینجا تا تهران میایم جلو. وقت ارتش ایران توپخونه نداشت که جلوی اینا بیست. چرا؟ چون قبل تو ذهن مردم یه دو قطبی درست کردن. توپ می‌خواید یا دیگه غذا؟ اقتصاد می‌خواید یا جنگ؟ بعد گفت بگی اقتصاد می‌خواید، ولی اونی که اتفاق افتاد چی بود؟ جنگ.